به نام علی متعال دوستا، قسمی که شما میفهمین در شبکه ما دو نوع سویچ داریم که یکی سویچ های لیر 2 است و دوم سویچ های لیر 3 است. سویچ را که شما در پهلوی ما میبینید یک سویچ لیر 3 است از کمپانی سیسکو که قرار است در این ویدیو ما برای شما به معرفی بگیرم. البته این سویچ شکل ظاهریش ما برای شما معرفی میکنم. موضوعاتی که مربوط به کانفیگریشن و مربوط به آیس خود سویچ میشه در ویدیوهای بعدی حتما ان شاء الله براتون معرفی میکنم. دوستایی که در چینل ما نو هستن چینل ما رو سابسکرایب کنن و منتظر ویدیوهای آموزشی بیشتر باشن. پس بریم که ویدیو رو شروع کنیم. خب دوستا، قسمت که شما میبینید یک قسمت بالایی مدل سویچ نشان میده که کاتالیست 3750 مدل سویچ است که سویچ لیر 3 است و روبروی PoE و مانای پاور اوور ایترنت، یعنی سویچ 48 پورتش PoE است، یعنی که از پورت ها ازی میتونیم که هم برای دیوایس ها برق بدیم هم میتونیم که دیتا سند ریسیو کنیم. البته دیوایس هایی که میتونن PoE را سپورت کنن. این قسمت 4 دانه پورت را که شما میبینید 4 دانه پورت مدیول SFP مدیول هستن که اینا به خاطر وصل نمودن کیبل های فایبر استفاده میشه. یک کنورتر از به نام SFP Small Form Factor Pluggable که کنورتر سیگنال های نوری را به سیگنال های الکترونیکی تبدیل میکنه و این پورت ها معمولا اسپیدشان نسبت به پورت های دیگه بالاتر می باشه. اگر اینا 100 MB باشه اینا 1 GB است و اگر اینا 1 GB باشه این پورت ها معمولا تا 10 گیگ می باشه. دوستان این قسمت پورت های معمولی سویچ است که اینا پورت های RG45 10 100 و 1000 می باشه، یعنی 10 MB 100 MB و 1000 MB که 1 GB میشه که این پورت ها به خاطر وصل نمودن دیوایس ها استفاده میشه. دیگه کدام پار خاص ندارن. اینی دیگه کاری که در بالای سرشان است هم شماره پورت نشان میده و هم حالت پورت نشان میده که در ایرر دیسیبل است، حالتش نرمال است و هم بلاک است. این قسمت سویچ شما میبینید چراغا را که میبینید من اینا را دانه دانه براتون معرفی میکنم. SysT یعنی سیستم این حالت سویچ نشان میده که سویچ خاموش است، روشن است و اگر به رنگ نارنجی بود به این معنی که سویچ ما از نگاه هاردویر مشکل داره، مشکل فیزیکی داره، باید ترمیم شود. RPS Redundant Power Supply، هر زمان که ما بخوایم یک پاور سپلای اضافه یعنی یک دانه باشه یک دانه را اضافه نصب کنیم باز در اون صورتی چراغ سبز میشه. در صورتی که نارنجی بود پاور سپلای نصب است اما مشکل داره. قسمت ماستر زمانی که سبز بود دو دانه سویچ یا بالاتر از او را از طریق کیبل استک وایس وصل نمودیم و این در الکشن به ایس ماستر سویچ انتخاب شد، یعنی منیجمنت همین سویچ های دیگر را به عهده داره. در غیر از اوی خاموش می باشه. استیت حالت پورتا را نشان میده که پورتا در ایرور دیسیبل است، پورتا در حالت بلاک هستن یا پورتا نرمال کار میکنن. دوپلکس که است هم فول دوپلکس نشان میده هم هالف دوپلکس نشان میده. لیدی سپید نشان دهنده سپید پورتا می باشه. اگر این چراغش سبز روشن بود پورتای ما سپیدش 100 MB می باشه و اگر چراغش سبز یا آبی بود در حالت بلنکینگ پورتای ما 1000 MB هسته و اگر خاموش بود پورتای ما سپیدش 10 MB می باشه. استک است همچنان در صورتی که سویچ ما باعث ماستر که قبلا ما براتون گفتم ماستر اگر باعث از او انتخاب نشد استک رب سبز روشن می باشه. در صورتی که توسط کیبلای استک وایس سویچ ما به یکی دیگر وصل باشه و PoE نشان میده که کدام دیوایسی که PoE سپورت میکنه به سویچ ما وصل است یا نه. و در قسمت پایانی این بتن که شما میبینید به نام مود بتن یاد میشه که این بتن امی حالت LED را تغییر میده و همچنان میتونیم که توسط از این سویچ خود ریست کنیم. خب دوستان این قسمت که شما میبینید این جای کیبل برق است که توسط از این ما میتونیم سویچ خود روشن کنیم و این قسمت پورت را که شما میبینید بالاش کانسول نوشته است. این پورت کانسول است که توسط از این معمولا ما سویچ کانفیگریشن میکنیم که کیبل کانسول ما براتون نشان میدم. توسط کیبل کنسول دی وصل میشیم و داخل سویچ میریم و کانفیگریشن خودش شروع میکنیم. این قسمت شما این دو پورت میبینید که شکل سیریال داره به نام استک 1 و استک 2. این پورت ها به خاطر کیبل های استک وایس است که ما میتونیم دو دانه سویچ یا سه دانه سویچ توسط هضمی کیبل ها به شکل X به هم دیگر وصل کنیم. میتونن بسیار به صورت زیاد دیتا را به یکی دیگه سند ریسیو کنه. همچنان وقتی که ما توسط کیبلای استک وایس دو دانه سویچ به هم دیگر وصل میکنیم شما هیچ فرق کردن نمیتونید که یک سویچ است یا دو دانه سویچ.
یمو پورت هست که از این طریق ما میتونیم که دیدن پاور سپلای یک پاور سپلای دیگه اضافه کنیم. خب دوستا در این ویدیو فهمیدیم که یک سویچ شکل ظاهریش چی نوع می باشه و تمام پورت ها و موضوعاتی که در سویچ در ظاهر یک سویچ هست ما براتون در این ویدیو با معرفی گرفتم. خدا کنه که ویدیو خوشتون آمده باشه. ویدیو رو حتما لایک کنین، سابسکرایب کنین و منتظر ویدیوهای آموزشی در عرصه تکنولوژی از طرف ما باشین. الله نگهدار.